به نظر من اصلا خدای وجود نداره. اگر بود این همه فقیر و درمانده و این چیزا نبود. خسته نباشه. چطوره؟ به نظر منم هیچ آرایشگری وجود نداره. این چه حرفی؟ من که اینجا. اگر آرایشگر بود که هیچ آدمی جوریده نبود. آرایشگر هست، مردم به ما مراجعه نمیکنن. آها. پس خدا هم هست. ولی مردم بهش مراجعه نمیکنن. 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. مگه میشه خداوند تو رو رها کنه؟ کسی که درستش کرده. تو یه قطره خون بودی، گوش کن، یه قطره خون بودی عزیزم، یه لخته خون بودی، تبدیلت کرده به میلیاردها سلول این شکلی. به چشم داده، گوش داده، عقل داده، هوش داده، زبان داده. مگه میشه الان ولت کرده باشه؟ مگه مریضه؟ این پارانویای دست جمعی بشره که فکر میکنن خدای هیچ برنامه‌ای نداشته. همین الان که تو بدترین شرایط هستی تو چنگال خداوندی. من بهتون قول میدم راه شما رو پیدا میکنه.